یکی از کارهای جذاب فتوشاپ بحث مونتاژ عکسه و قراره که توی این ویدیو از این عکس به این عکس برسیم. اگر دوست دارید که بحث مونتاژ رو یاد بگیرید تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. سلام، فرشید یارمحمدی هستم و قراره که در مورد مونتاژ عکس با هم صحبت کنیم و یک عکس رو می‌خوایم ادیت بزنیم و مونتاژ کنیم. اما می‌خوایم در مورد این صحبت کنیم که اصلا مونتاژ چیه و چه چیزهایی باید مد نظرمون باشه طی فرآیند فتوشاپ. ببینید، اصولاً به یک ادیتور یک عکسی رو میدن که اصولاً عکس یک شخص هست و از ما میخوان که بک‌گراند اون عکس رو تغییر بدیم. حالا اینکه ما چه عکسی رو میخوایم انتخاب کنیم به عنوان بک‌گراند باید یک سری مؤلفه هایی رو داشته باشه که توی این ویدیو علاوه بر اینکه میخوایم یک عکس رو مونتاژ کنیم میخوایم در مورد مؤلفه ها صحبت کنیم. اصولا وقتی عکسی که به ما میدن 50% از پیش تعیین شده است، یعنی اون عکسی که به ما میدن، ولی 50%ش دست خودمونه. یعنی بر اساس عکسی که به ما میدن ما میتونیم بک‌گراند رو بچینیم که به چه شکل باشه. حالا خصوصیت های این بک‌گراند چی میتونه باشه؟ اولین خصوصیتش میتونه این باشه که عکس بک‌گراندی که ما میخوایم استفاده کنیم از لحاظ رنگ و نور شبیه به عکس سوژمون باشه. این دست خودمونه که عکسی رو انتخاب کنیم که با هم دیگه از لحاظ رنگ و نور با هم ست بشه که کارمون تو بحث مونتاژ راحت تر بشه. نکته دوم اینه که نقاط پرسپکتیو عکس سوژه و بک‌گراند با هم دیگه یکی باشه، با هم مچ باشه که عکس با هم طبیعی تر بشینه. حتما به این مشکل برخوردید که وقتی یک عکس رو میخواید ادیت بزنید و روی یک عکس دیگه میخواید بیارید، هر کاری میکنید این دوتا با هم انگار طبیعی در نمیاد. هر چقدر از لحاظ رنگ و نور رو هم با هم یکی باشه انگار طبیعی نیست، که اون به خاطر اینکه نقطه پرسپکتیوشون با هم یکی نیست. حالا اینکه پرسپکتیو چیه و کجای عکس و چجوری میتونیم پیداش کنیم، یه ویدیو این بالا من ساجست میکنم، حتما ببینید که اتفاقا اون ویدیو هم در راستای مونتاژ یک عکسه ولی بخش پرسپکتیوش رو اونجا توضیح داریم. بیایم روی مانیتور ببینیم که پرسپکتیو رو از کجا میتونیم پیدا کنیم. ببینید الان یه عکس من اینجا دارم و نقطه پرسپکتیوش اگه بخوام پیدا کنم، میبینید توی راستای این خط، میبینید این خط من اگر از اینجا بکشم تا اینجا، میبینید داره رو به این سمت میره، این خط داره از اینجا داره رو به این سمت میره، این خط داره از اینجا و حدوداً داره رو به این سمت میره. میبینید تمام این خطا داره به یک نقطه میره که این نقطه این وسط میشه نقطه پرسپکتیوش. پس اینجا میتونیم یه پرانتز باز کنیم که در مورد پرسپکتیو میتونیم عکسی رو انتخاب کنیم که پرسپکتیو راحتی داره، پرسپکتیو راحتی برای پیدا شدن داره. چرا میگم راحت؟ چون الان این عکس رو ما دیدیم به راحتی تونستیم پرسپکتیوش رو پیدا کنیم، اما یه عکسی مثل این عکس پیدا کردنش دیگه به این راحتی نیست. پس وقتی دستمون بازه برای انتخاب کردن یک عکس بک‌گراند، بیایم کارمون رو راحت کنیم و عکسی رو انتخاب کنیم که پرسپکتیوش رو راحت بتونیم پیدا کنیم. نکته بعدی بحث بلر کردن بک‌گرانده، یعنی یک عکسی رو انتخاب کنیم که بلر کردنش راحت باشه. خیلی از عکس‌ها هستن که با یک کلیک کردن و یک مات کردن عکس بک‌گراند مات میشه و تمام. ما سه نوع حدوداً میشه گفت که بلر کردن داریم. یک عکسی داریم که فقط یک نقطه بلر رو اضافه میکنیم و تمام اون عکس بلر میشه. مثل چه عکسی؟ مثل این عکس. این عکس رو من یک نقطه رو بلر میکنم و تمام عکس بلر میشه و تمام. یه عکس دیگه هم داریم مثل همین عکس که نکته دوم و نکته سوم روی این عکس پیاده میشه و اون چیه؟ ببینید من اگر بخوام بلر کنم این عکس رو، خب طبیعتا میدونید که اگر بخواد سوژه اینجا باشه و دوربین اینجا باشه عکس بگیره، به یک فاصله معینی به سمت عقب و به سمت جلو خود سوژه ما بلر نمیشه، شارپ، یک مقدار جلوتر و یک مقدار عقبترش هم شارپ شفافه و بعد از اون شروع میشه به مات شدن. الان این عکس رو نگاه کنید، اگر سوژه ما اینجا باشه، از اینجا تا اینجا تقریبا میشه گفت بلره، اما از اینجا به عقب و از اینجا به جلو باید مات بشه. این نکته دوم و اون بحثی که گفتم که بلر کردنش راحت باشه. ببینید اگر شما بخواید به عنوان یک عکاس الان از من عکس بگیرید، خود من شفاف شارپ و به موازات من تمام چیزهایی که در راستای من باشن اونها شارپ میشن، اونها واضح میمونن و عقبتر و جلوتر از اون بحث مات شدن پیش میاد. توی این عکس هم نگاه کنید، علاوه بر این که اینجا باید شارپ باشه،
این رو اگر من ادامه بدم میرسه به اینجا و میرسه به اینجا، یعنی این قسمت هم باید شارپ باشه، اینجا و اینجا هم باید شارپ باشه و از اینجا به این طرف کم کم شروع میشه به مات شدن. از اینجا باید شفاف باشه، از اینجا شروع میکنه به مات کردن. پس خب میبینید که سخت شد یه مقدار. پس چه بهتر که ما بتونیم بک‌گراندی رو انتخاب کنیم که خب شارپ کردن، بلر کردنش راحت باشه. نکته سوم اینه که ادیت خور باشه اون عکس. یعنی چی؟ یعنی ببینید اون عکسی که ما میخوایم انتخاب کنیم به عنوان بک‌گراند صرفا این نیست که سوژه رو از عکسی که بوده جدا کنیم و روی این بک‌گراند بندازیم و تمام. خب نه، این نیست. این قدم اوله. بحث اینه که اصلاح رنگ و نور خود سوژه اتفاق بیفته، خود بک‌گراند اتفاق بیفته و اصلاح نور سوژه و بک‌گراند هم اتفاق بیفته. یعنی ما یک جاهای نیاز داریم که 3 بار ادیت اصلاح رنگ و نور رو بزنیم. پس عکسی رو انتخاب کنیم که بک‌گراند راحت باشه برای اصلاح برای ادیت شدنش. حالا اینکه چه بک‌گراندی رو انتخاب کنیم و مؤلفه های ادیت شدن چیه قطعا شما بهتر از من میدونید. و نکته بعدی اینه که دقت کنیم به بحث جزئیات خود سوژه و جزئیات بک‌گراندی که میخوایم انتخاب کنیم. یکیش میتونه این باشه که زاویه تابش نورهایی که به خود سوژه خورده به چه شکله و همون رو باید دقت کنیم که توی عکس بک‌گراند هم داشته باشیم. مثال اگر بخوام براتون بزنم، اگر سوژه‌تون به شکلیه که یک سمت بدنش روشن‌تر از یک سمت دیگه شه، پس شما باید یک عکسی رو انتخاب کنین که دقیقاً به همین شکل باشه، انگار که از سمت راستش نور خورده. اگر بخواد بک‌گراندتون غیر از این باشه، از بالا، از عقب، از چپ اگر نور خورده باشه، اون دیگه هر کاری می‌کنیم غیر طبیعی میشه. تا اینجای ویدیو اگر از سبک و سطح ارائه مطلبمون اگر راضی هستید، همین الان میتونید کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید تا اگر ویدیوی جدیدی گذاشتیم اعلانش برای شما بیاد تا بتونید تشریف بیارید و از ویدیو استفاده کنید. و خب با این تفاصیل بریم برای مونتاژ کردن عکسمون. خب من عکسای اضافه رو میبندم. این عکس رو نیاز ندارم، این عکس رو نیاز دارم، این رو نیاز ندارم، این رو هم نیاز ندارم و این رو هم نیاز ندارم. خب یک عکس سوژه داریم و یک عکس بک‌گراند داریم که قراره که سوژه رو بندازیم رو بک‌گراند. قدم اول این که من بخوام سوژه رو از بک‌گراند جدا کنم. دبلی رو میزنم تا ابزار سلکت برای من انتخاب بشه. میرم قسمت سلکت سابجکت رو میزنم تا موضوع عکس رو برای من انتخاب کنه. موضوع عکس رو برای من انتخاب میکنه، ولی خیلی میبینید که جزئیات زیادی رو داریم از دست میریم. قسمت سلکت سابجکت سلکت اند ماسک رو من میزنم تا وارد پنل پروپرتیزش بشم. خب قسمت ها رو میتونم الان حذف و اضافه کنم. مثل این قسمت میتونم این قسمت رو کلیک کنم، این قسمت کلیک کنم، حذف و اضافه رو انجام بدم. اینجا چطور؟ اینجا فکر میکنم خیلی خوبه، اینجا رو خیلی عالی انتخاب کرده. قسمت های مو رو ما بیشتر نگاه میکنیم، چون قسمت های دیگر رو اگر بخواد کم و زیاد انتخاب کرده باشه انتخابش اونجا راحته و مشکلی برای ما پیش نمیاد. اینجاها رو هم من میکشم و خب خوبه، اوکیه، تا همینجا خیلی خوبه، اوکیه. اوکی رو میزنم تا موضوع رو برای من انتخاب کنم. میام از قسمت لیر، میام قسمت ماسک رو میزنم و الان سوژه رو از بک‌گراند برای من جدا کرد. همینجا من میتونم جی رو بزنم تا ابزار هلینگ براش برای من انتخاب بشه. میام از قسمتی نزدیک به اینجا آلت نگه میدم، یه دونه کلیک میکنم، یه دونه نمونه میگیرم و خیلی راحت میتونم الان ببخشید بعد خود سوژه رو انتخاب کنم، خود تامنیل لایه‌مو انتخاب کنم و خیلی راحت الان میتونم این نقطه ها رو حذف و اضافه کنم. مثل اینجا میتونم از اینجا انتخاب کنم، اینجا رو حذف کنم، اینجا و اینجا رو حذف کنم. خب این از سوژه‌مون و وی رو میزنم ابزار موو برای من انتخاب بشه و درگ میکنم عکس رو روی عکس بک‌گراندم. خب یکی از اون نکاتی که به شما گفتم اینی که یکی از نکات توجه به جزئیات این بود که الان ببینید سوژه‌مون سمت راستش روشن‌تر از سمت چپشه، چشمی اگر نگاه کنید، ولی بک‌گراندمون دقیقاً برعکسه، یعنی سمت چپ بک‌گراند روشن. پس باید بک‌گراند یا سوژه رو یک کدوم رو بخوایم عوض کنیم. من ترجیح میدم خود بک‌گراند رو این کارو کنم. دو تا رو قفل میزنم تا قفل شکسته بشه، کنترل تی میزنم تا ابزار کنترل تی رو میزنم و خیلی راحت کلیک سمت راست میکنم. فکر کنم این گزینه بله درسته.
بین دو تا گزینه شک داشتم. خب تمام اوکی رو میزنم و حالا میام روی لایه بالایی کنترل تی رو میزنم تا سوژم رو جابجا کنم و یک سایز مناسبی رو براش انتخاب کنم که فکر میکنم شاید مثلا اینجاها مناسب. همین رو اوکی میکنم، سی رو میزنم کراپ برای من انتخاب بشه تا یک کراپ مناسبی رو داشته باشه. من اینجا سایز و ابعادش رو برمیدارم. خب این تا اینجا فکر میکنم تا همینجا خوبه. دبل کلیک میکنم تا برای من کراپ بشه. قدم بعدی اینه که من میخوام که رنگ سوژم رو، رنگ و نور سوژم رو با بک‌گراند تقریبا یک دست کنم. به خاطر همین من میام از قسمت ادجاستمنت ها یه دونه سالید کالر ایجاد میکنم و کد رنگیش رو میذارم 80 یا این که هر جایی که هست توی کالر پیکر هر جایی که هست من اینو بیارم به سمت چپ و عدد برایتنسش رو بذارم رو عدد 50 که همون 80 رو به من میده. یک رنگ تونالیته خاکستری، رنگ خنثی خاکستری رو به من میده. اوکی رو میزنم و مودش رو میذارم رو حالت کالر. اینجا چیکار کردیم؟ اینجا رنگ رو از عکسمون گرفتیم و فقط اینجا الان نور داریم و الان خیلی راحت اختلاف نوری بین سوژه و بک‌گراند اینجا برامون پیدا میشه. پس من میام برای ادامه میام روی بین لایه‌ای که ساختم و لایه سوژه یه دونه ادجاستمنت کرو انتخاب میکنم، یک مقدارم عکس رو کوچیک‌تر میکنم تا راحت تر ببینم اختلافات به چه شکله. خب میام قسمت هند تول رو انتخاب میکنم، میام رو قسمت روشن سوژم یه دونه کلیک میکنم، یه دونه میارم پایین. چرا این اتفاق افتاد؟ خب واضحه، من کنترل زد میزنم. این قسمت رو باید کلیک کنم تا اگر تغییراتی بخوام بدم فقط روی خود سوژم اتفاق بیفته. کنترل زد رو میزنم و میام به قسمت هند تول رو انتخاب میکنم، یه دونه کلیک میکنم و یه مقدار رو سمت پایین. تا چند اندازه من میارم پایین؟ تا حدی که قسمت‌های روشن سوژم با قسمت‌های روشن بک‌گراندم تقریبا از لحاظ نوری با هم یکی بشن. اینجا هم میتونم یه دونه کلیک کنم، یه مقدار بیارم پایین تا قسمت‌های تیره سوژم با قسمت‌های تیره بک‌گراند یکی بشه. اینجا دوباره من میتونم اینو یک مقدار بیارم پایین‌تر. فکر میکنم تا همینجا خوبه. اینو من حذف کنم، میبینید که الان واقعا خوب شده، واقعا خوبه، از لحاظ نوری شبیه به هم دیگه شده. خب من اینو دوباره روشن میکنم. حالا دقیقاً برعکسش میکنیم، یعنی رنگ رو میایم از الان رنگ رو از عکس گرفتیم و فقط نور موند که اختلافات نوری رو با هم دیگه ست کنیم. حالا میایم نور رو برمیداریم و فقط رنگ بمونه. من میام همین لایه‌ای که داشتم و مودش رو این بار میذارم رو حالت لومینوسیتی که نور الان از عکس من گرفته شد و هر چی الان داریم میبینیم فقط رنگه. خب من این مقدار بازترش میکنم. الان دارید میبینید که رنگ هایی که توی سوژم هست با رنگ هایی که تو بک‌گراند هست میبینید تقریبا با هم یکیه. یعنی بک‌گراند هم اینجا یشمی فرم داریم، رو خود سوژه هم یشمی داریم، اینجا قرمز داریم، اینجا هم قرمز داریم ولی کم رنگ تر. خب من میتونم دوباره بیام از اینجا بحث کرو رو انتخاب کنم. این بار به جای حالت RGB باید بیام رو حالت رد گرین بلو، چون قراره که رنگ رو تغییر بدم. میتونم از اینجا بیام دوباره همون تغییرات رو اعمال کنم، اما از اینجا یه مقدار دیگه سخت میشه برای ما. چرا؟ چون رنگ هایی که الان داخل عکس سوژم هست دقیقاً همون رنگا داخل بک‌گراند، اما رنگش یه مقدار پررنگ‌تره. پس من میام این قضیه رو کنسلش میکنم و یه دونه ادجاستمنت وایبرنس اضافه میکنم، تیکش رو هم میزنم تا بالای سوژم ست بشه و الان میام از اینجا حذف و کم کردن یا زیاد کردن رنگ رو انجام میدم و تا حدی کم میکنم که با بک‌گراند الان یکی بشه. الان میبینید با بک‌گراند تقریبا از لحاظ نوری و رنگی میبینید چقدر الان عالی شد، چقدر فوق العاده است. اگه من این دو لایه رو خاموش کنم میبینید چقدر فرق میکنه از لحاظ رنگی و نوری، چقدر الان عالی شد. قدم بعدی اینه که بک‌گراند رو بخوایم مات کنیم و از اون دسته از بک‌گراند هایی که با یک کلیک راحت مات میشه. کلیک سمت راست میکنم، کانورت تو اسمارت آبجکتش میکنم تا اگر عددی که دادم کم یا زیاد بود خیلی راحت بتونم دوباره تغییرش بدم. میام به قسمت فیلتر، بلر گالری، فیلد بلر رو میزنم تا برای من باز بشه. یه مقدار زوم میکنم. خب اینجا الان دست خودمونه که بک‌گراندمون چقدر میخواد مات بشه. من میتونم بک‌گراند رو بیشتر مات کنم، عددش کاملا دست خودمونه. یه مقدار میتونم بیشتر. خب فکر میکنم در حد مثلا
همین حد کافیه. یه نکته مهم و کاربردی اونم اینه که ما اگر زوم کنیم رو عکس با کیفیتیه، اما میبینید که هر چقدر کیفیت داشته باشه بازم یک مقدار حالت نویز داره انگار، در صورتی که الان بک‌گراندمون کاملا صافه. این یک مقدار غیر طبیعی به نظر میاد. پس برای همین من میام قسمت نویز و عددش رو یک مقداری اضافه میکنم تا یک مقدار به بک‌گراندم بخواد نویز بده. الان میبینید نسبت به قبل میبینید یک مقدار داره به من نویز میده که این داره کار رو یک مقدار طبیعی تر میکنه. چه اندازه نویز بدم؟ خیلی راحت میتونم روی قسمتی از سوژه مثل حدودا این قسمت ها میبینید، الان میبینید تقریبا نویزاش تقریبا با هم یکیه. روی سایز و بقیه پارامتراش میتونم یک مقدار کار کنم تا بهتر بشه. الان همین فکر میکنم کاملا عالیه. اوکی رو میزنم. 2 تا قدم دیگه مونده، اون 2 تا قدم رو هم انجام بدیم. یک بحث اینه که بحث قسمت موهاش رو میبینید، درسته ما دیتیل رو داریم اما رنگ و نورش یک مقدار کم شده. پس من میام وقت اگر بخوام اون رو تقویت کنم میام از همین قسمت ها یک نمونه رنگی ایجاد میکنم، یک نمونه رنگی و نوری از قسمت موها میگیرم و همونو دقیقاً یک لایه ایجاد میکنم و تقویتش میکنم. به چه شکل؟ من میام روی خود سوژه و کالر پیکر رو برمیدارم، یه دونه کلیک اینجا میکنم، میتونم پوینت سامپلش رو یه مقدار عددش رو بیشتر کنم تا میانگین برا من بگه. میتونم اینجا یه دونه کلیک کنم، خب یه دونه میانگین رنگی برام گرفت. اوکی رو میذارم و میام روی ادجاستمنت ها یه دونه سالید کالر ایجاد میکنم و اوکی رو میزنم. الان برای من انتخاب شد، میتونم بیارمش بالا یا اینکه میتونم بذارم همون پایین باشه. کنترل آی میزنم، ماسکش رو معکوس کنم و حالا براش رو انتخاب میکنم با یک فلوی خیلی کم در حد 4-5% با رنگ سفید روی لایه سیاه شروع میکنم به براش کشیدن. الان میبینید اون قسمت برای من تقویت شد. این قسمت نیازی نیست ولی این قسمت ها میبینید برای من تقویت شد. قبل و بعدش اگه بخوایم ببینید میبینید که چقدر الان مناسب شده اون قسمت. و مبحث بعدی، نکته بعدی اونم اینه که دور سوژم باید یک مقدار بلر باشه، یک مقدار باید مات بشه. حالا اینکه چرا باید مات بشه و چرا باید بلر بشه یک کلیپ این بالا میذارم که کامل در موردش صحبت کردیم که اتفاقا اون ویدیو هم در مورد مونتاژ عکسه. مونتاژ عکس مؤلفه ها پارامترهای زیادی داره که یکیش میشه بلر شدن بک‌گراند باشه، یکیش میتونه پرسپکتیو باشه و یکی هم مثل این ویدیو میتونه در مورد عکس انتخاب اون مؤلفه های انتخاب عکس بک‌گراند باشه. خب برای اینکه بخوام بلرش کنم میام کلیک سمت راست میکنم و کانورت تو اسمارت ابجکت میکنم و میرم رو قسمت فیلتر، بلر گالری و تیلچ گزینه اول رو میزنم. خب اینجا برای من انتخاب میشه. اینجا من یه دونه نقطه دارم که این نقطه هر جایی باشه و هر عددی باشه به اندازه کم یا زیاد بودن اون عدد اون قسمت برای من مات میشه یا مات نمیشه. خب خود سوژم که طبیعتا نباید مات باشه، پس من میتونم این نقطه رو بیارم اینجا و عددش رو 0 بذارم. میتونم دوباره بیام اینجا عدد 0 و میتونم نقطه گذاری کنم. اینجا عدد 0، میتونم اینجا بذارم عدد 0. یک مقدار داخلتر از محیط سوژم من میام نقطه گذاری میکنم مثل اینجا و مثل اینجا. طبیعتاً که تو بحث آموزش خیلی از دقت ها و جزئیات ها کم میشه، ولی خب چون بحث آموزشی ما میخوایم که به بحث آموزشی برسیم راه همونه، ولی یه مقدار شما که دستتون بازه میتونید دقت بیشتری انجام بدید. خب ببینید این قسمت الان برای من شفافه. حالا من میام اینجا یه دونه کلیک میکنم، یه دونه از همون نقطه ها میسازم و میتونم که عددش البته الان خیلی زیاده، عددش رو عدد 5 خوبه. خب 6 و 7 زیاد میشه، همون 5 عالیه. و میام به اندازه همین فاصله که الان مناسب بود میام اینجا انتخاب میکنم، عددش رو 5 میذارم، یه مقدار بزرگ میکنم. خب اینجا کلیک، عددش 5، اینجا کلیک 5، اینجا هم 5 و به همین شکل دور سوژم رو عدد میذارم تا اینکه اون بحث بلر شدن برای من اتفاق بیفته. الان طبیعتا باید دور سوژم این خط واضحی که هست میبینید الان یه مقدار بلر شد و یه مقدار حالت طبیعی تر
به وجود اومد. و خب الان دارید میبینید که اون کاری که باید میکردیم، اون مونتاژی که میکردیم الان واقعا طبیعی شده و خیلی خوب از آب در اومده. یه تیکه من توی صحبتام گفتم که بحث مات کردن، بحث مونتاژ کردن فقط با یک عکس و دو عکس نمیشه، قسمت‌های مختلفی رو داره، قسمت‌های مختلفی رو داره که باید هر کدوم از اونها رو به طور جداگانه یاد بگیریم و همه اونها رو داخل مونتاژمون انجام بدیم. که من یک پلیلیست آماده کردم مخصوص آموزش مونتاژ عکس که این کنار برای شما میذارم و ممنون از این که همراه ما بودید و همراه ما باشید.